در آغاز همایش گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی که در ناحیه خراسان دایر کرده شد، رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از اعتماد جوانان و نقش آنها در پیشرفت کشور اندیشه‌رانی نموده ذکر داشتند که در زمان صاحب استقلالی مملکت حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تطبیق سیاست دولتی جوانان افضلیت داده همیشه برای فراهم آوردن شرایط و امکانیت‌های مساعد دانش آموزی آنها توجه خاصه ظاهر نمودند. ضمن برآمد خویش مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه خراسان ابراز داشتند که در برابر به استفاده دادن مؤسسه‌های تیپ نو که دارای همه شرایط معاصر میباشند، اینچنین برای هوسمند نمودن خوانندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و استیپندیای رئیس ولایت و شهر و ناحیه ها تأسیس داده شده است که آن در بلند گردیدن ذوق دانش اندوزی خوانندگان مساعدت کرده است. تاکید شد که جوانان را میباید به قدر این همه غمخوری‌های حکومت مملکت رسیده در تشکل فعالیت جمعیتی و سیاسی فعال باشند و با اخلاق نمونوی و دانش اعلی در رشد باثبات کشور سهم گذاشته توانند. مورد ذکر است که گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه خراسان تعدادشان همساله افزون گردیده، همچون پیشاهنگان پیرو پیشوای ملت با تشبس‌های سازنده در یکجایی با بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه در ترغیب فرهنگ و ارزش‌های ملی امروز میان نورسان و جوانان موقع خاص را کسب نمودند. در انجام به یک قطار گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سپاسنامه و استیپندیاها تقدیم کرده شد. بعد از انجام همایش مهمانان از رفت مشق و تمرین ورزشکاران ناحیه شناس شده با آنها ملاقات سودمند برپا نمودند. با چند نفر ورزشکاران نورس که در مسابقه‌های جمهوریوی و بین المللی اشتراک کرده صاحب جایهای نمایان گشتند، تحفه‌ها سپاریده شد. همزمان در این روز از جانب دسته‌های فعال فوتبال ناحیه بازی دوستانه دایر کرده شد که در انجام به بازیگران بالایقت افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد.